سلام و عرض ادب. خواستم پیروزی جناب آقای ترامپ رو به عنوان کسی که به عنوان یک انسان در زندگیش بسیار زحمت کشیده، قبل از اینکه بخواد رئیس جمهور شه برای بیزینسش خیلی تلاش کرد و برای دومین بار به رویاش رسید. بارها زمین خورد، بارها تهمت خورد و بارها مورد حمله افراد مختلف قرار گرفت، ولی تونست به هدفش برسه برای بار دوم و امیدوارم که این سری چون یه بیزینسمن بزرگیه بدونه که جنگ قطعاً به ضررش خواهد بود و امیدوارم که با کمک و همت مسئولین جمهوری اسلامی بشه ریشه تروریست رو، بشه ریشه جنگ رو، بشه ریشه تمام اتفاقای بد رو در دنیا از بین برد. امیدوارم که این دشمنی بی دلیل چند ساله به لطف خدا با اومدن جناب آقای ترامپ و حضور آقای پزشکیان که مردم خیلی بهش امیدوارن این اتفاق خوب بیفته و سال بعد لانه جاسوسی سفارت ایالات متحده باشه. مردم ایران مشکلی جز مشکل مالی ندارن، چون آزادی هست. شما الان هر چی که بخواید توی مملکت هست. تنها مشکل مالیه که اونم انشالله با برداشتن تحریم ها، اجازه ورود متخصص ها به مملکت میشه اتفاقای خوبی رو رقم زد. امیدوارم که این اتفاقای خوب بیفته. پیروزی آقای ترامپ در انتخابات ایالات متحده آمریکا رو هم بهشون تبریک میگم، با آرزوی موفقیت برای برقراری صلح جهانی.